و بعضا مجهول الهویه که معلوم نیه قبلا کجا بودند برگرد آقای غنی جمع شدند و تمام کشور را در چنگهای آلوده خیش به انحصار گرفتند. با اینکه تمام مصارف حکومت و در کل دولت افغانستان هر سال در بودجه سالانه گنجانده میشه، باز هم میبینیم که از هر گوشه و کناری که برای این افراد حریص فرصت فراهم میشه دست به چور و چپاول بیت المال میزنن. کد 91 کدی است احتیاطی جهت مصارف ضروری و غیر قابل پیش بینی که در انحصار رئیس جمهوره، اما متاسفانه این کد 91 اکنون کد احتیاطی نه بلکه کد خیانت ملی است، کد چور و چپاول بیت المال، کد حاتم بخشی های بیجای آقای غنی. صدها میلیون افغانی، بس 1 میلیون 2 میلیون نیه جناب رئیس، در روز روشن با امضای رئیس جمهور از پول بیت المال غارت شده، چور و چپاول شده. حال این ملت بدبخت را نگاه کنین و دزدی های این کارتن کلان های حکومت را ببینین. این چگونه حکومتیه؟ از نان مردم میدزده، از پول کردیت موبایل مردم میدزده، از پول معلم میدزده، از پول شهدا و معلولین میدزده، از پول یتیم و بیوه شهید میدزده. و متاسفانه اگر این دزدی ها را نام بگیریم مثنوی 70 منی میشه و این دزدی ها را حاتم بخشی میکنه به مشاورین و افراد مجهول الهویت و حریصی که برگردش جمع شدن. به اونا موتر زره میگیره، به اونا خانه میگیره، خانه های آنچنانی میگیره، مصارف بیجایی که فقط و فقط یک کسی به نام آقای غنی میتونه که بی اعتنا به این ملت رنجیده پول بیت المال حراج بکنه. گپ دیگه جناب رئیس، ما هم باید ملامتی خود بپذیریم. امروز وکیلای مجلس در رابطه به گزارش یک روزنامه صحبت میکنن. امروز تعدادی از جوانان مبارز در یک اداره به نام اطلاعات روز جمع شدن و قوت کارشان، شجاعت و جسارتشان به مراتب محکمتر و قویتر از این مجلس نمایندگان با تمام کش و فش و تشریفاتش است. ما چه کاره ای پس در این مملکت؟ آیا زور ما، توان ما از حد یک روزنامه هم پایین تره؟ جناب رئیس، روزنامه اطلاعات روز به خاطر افشاگری هایش، پژوهش هایش و مبارزه با فساد از سوی یک سازمان بین المللی یک جایزه معتبر را گرفته. جایزه مبارزه با فساد از سوی سازمان شفافیت بین الملل. جناب رئیس، من پیشنهاد میکنم در راستای فرهنگ قدردانی مدیر مسئول این روزنامه جناب زکی دریابی به صحن علنی مجلس فراخوانده بشه و از سوی هیئت رئیسه و جمع وکلا مورد تقدیر قرار بگیره. هیئت به تنهایی از کمیسیون تفتیش نمیتونه کد 91 رو بررسی بکنه. ما کمیسیون مبارزه با فساد هم داریم.